اگر خدا اینقدر خوب است چرا در جهنم ابدی عذاب می کشد؟ آیا این واقعیت درست است؟ یا کتاب مقدس چیزی دیگری می گوید؟ آیا کتاب مقدس زمانی را آموزش می دهد که به هر سوالی که دارید به طور کامل پاسخ داده می شود؟ به ویژه در مورد شخصیت خدا؟ پاسخ ها ممکن است تعجب آور باشد. اسم من کیمی اوتمن است. سمینار باز کردن اسرار پیشگویی کتاب مقدس را به شما ارائه می کنم. افزایش پاندمی جهانی، خبرهای فوری درباره کرونا ویروس، نوستواری سیاست جهانی بی‌ثمر اداره‌کنی دولتی و فساد، آفت‌های طبیعی خرابی آور و سوختار در استرالیا. همه این یک آگاهی درباره آنچه که در تمام جهان روی داده می‌تواند. همه این چی معنا دارد؟ ما را در آینده چی انتظار است؟ یک جویا با سخنگوی بین‌المللی کیمی اوتمن، ما در برنامه کشف کردن اسرار نبوت‌های کتاب مقدس به سوال‌های مهمترین پاسخ خواهیم داد. به سراسر جهان سفر کرده و با آدمان گوناگون واخورده از حیات و تجربه واقعی آنها دیدن کرده است، لیکن در ازدحام شرایط‌های دشوارترین و معجزه‌های امید را یافته است. با کیمی اوتمن در سمینار گشودن اسرار نبوت‌های کتاب مقدس همراه شوید و او نشان می‌دهد که پیشگویی‌های کتاب مقدس بیش از پیش زودتر اجرا می‌شوند. واقعی زندگی رو برو شد، اما در میان همه تجربه ها و خطرات معجزه های امید را یافت. با کیمی اوتمن بپیوندید تا اسرار پیشگویی کتاب مقدس را باز کنید، زیرا او چگونگی تحقق پیشگویی کتاب مقدس را زودتر از همیشه به اشتراک میگذارد. در کلاس استاد افشای اسرار کتاب مقدس با هم کتاب مقدس را گام با گام مطالعه میکنیم. در ارائه دیروز ما به وضوح فهمیدیم که بزرگترین مأموریت نجات در تمام دوران آمدن دومی مسیح است. کتاب مقدس روشن میکند که برای هیچ کس راز نخواهد بود. این بازگشت با شکوه مسیح خواهد بود و من مشتاقانه منتظر آن روز هستم. دوستان، امیدوارم شما هم منتظر این مراسم باشید. توجه و کنجکاوی زیادی توسط موضوعات قضاوت جهنم جلب شود و هزاره ممکن است از این موضوع تعجب کنید. مفهوم جهنم در میان اکثر مسیحیان از اساطیر یونانی سرچشمه میگیرد و ربطی به آموزه های کتاب مقدس ندارد، زیرا هر حقیقتی در کتاب مقدس شیطان یک جعلی دارد. بسیار خوشحالم که اکثر شما فعالانه در چت شرکت میکنید. لطفاً همین حالا به ما بگویید که سمیناری کشف اسرار پیشگویی کتاب مقدس چه چیزی را پوشش میدهد. آیا قبلا آن را دیده اید؟ امروز مبحث نهم است. نام را در چت بنویسید. ما می‌دانیم مربیان کتاب مقدس خوشحال است که من را در مورد تمامی سوالات بزرگی که آنلاین می‌پرسید مطلع می‌کند. بیایید با هم دعا کنیم و مطالعه هزاره را آغاز کنیم. ای پدر آسمانی، پادشاه جهان، پادشاه قلب‌های ما، پروردگارا مرا پاک کن و از روح القدس خود پر کن. خداوندا، ما تو را دوست داریم و می‌خواهیم کلام تو را بدانیم و ما می‌دانیم که شما ارزش ما هستید. به لطف قربانی پسر شما عیسی مسیح از شما سپاسگزاریم که ما را بسیار دوست دارید که همه چیز را برای نجات ما فراهم کرده اید. برای نام عزیز و قدرتمند عیسی مسیح. آمین. بگذارید در مورد تیسولوا به شما بگویم. گروه فیلم برداری ما به ماداگاسکار، مناطق قرمز خطرناک آن سفر کردیم تا فیلم مستندی درباره زندگی هیجان انگیز مردی به نام تیسولوا فیلم برداری کنیم. داستان کامل را می توان در awr.org یافت. تیسولوا زندگی وحشتناک پر از جنایات فجیع داشت و بیش از 10 نفر را کشت. او مانند یک حیوان وحشی در جنگل پنهان شد. خانواده‌اش از او دور شدند و او جایی برای رفتن نداشت. مثل یک پسری ولگرد، او که تصمیم گرفت چیزی برای از دست دادن ندارد، جنگل را ترک کرد و یک کلیسای ادونتیست روز هفتم را پیدا کرد. در آنجا پروتستان به او اطمینان دادند که همیشه از او استقبال می شود و قول داد که برایش دعا کند. تیسولوا از ترس پلیس به جنگل برگشت، اما این بار یک رادیوی کوچکی با خود برد. این تنها تماس او با دنیای بیرون بود و با اشتیاق به برنامه‌ها گوش می‌داد. او در رادیوی جهانی ادونتیست کوک شد و برای اولین بار در زندگی خود امید پیدا کرد. کلماتی که در دل او فرو رفت، عشق او به خدا که می‌تواند حتی چنین گناهکار را ببخشد، در قلب او بیدار شد. دوست جدیدش تیسولوا به دلیل عشق به مسیح مجرمان دیگری را که در جنگل پنهان شده بودند صدا کرد تا با او به رادیو گوش دهند. تیسولوا و 15 دزد دیگر به نجات خود از طریق مسیح ایمان آوردند و جنگل را ترک کردند تا در کلیسای ادونتیست غسل تعمید بگیرند. امروز تیسولوا و زندگی آزاد در مسیح برخوردار است. او یک جنایتکار و یک قاتل بود و امروز به مردم کمک می‌کند تا حقیقت را از کتاب مقدس بفهمند. او تحت تاثیر کلام خدا دچار دگرگونی کامل شد. ما همان حقایق کتاب مقدس را با هم در سمینار خود مطالعه می‌کنیم. دوستان، ما در آخرین روزهای تاریخ زمین زندگی می‌کنیم. زندگی عادی همانطور که قبلا می‌دانستیم تقریباً به پایان رسیده است. تعادل ظریف متزلزل شده است. جهان آماده فروپاشی است. خشونت و نارامی که امروزه در سراسر جهان شاهد آن هستیم. با چه اتفاقی می‌افتد؟ عیسی مسیح به زودی باز خواهد گشت طبق آنچه که از کتاب مقدس آموخته‌ایم. ما فقط یک دوره داریم، یک زمان فیض و آن هم اکنون
در حالی که امروز زندگی میکنیم. کتاب مقدس در مورد آنچه پس از آمدن دوم مسیح اتفاق میافتد چی میگوید؟ زمانی که صالحان به بهشت برده میشوند و کسانی که پیروی از خدا را انتخاب نکردند بر روی زمین مرده خواهند ماند. کتاب مکاشفه در مورد یک دوره خاصی 1000 ساله صحبت میکند که به آن هزاره نیز میگویند. ما با هم حقیقت ساده کتاب مقدس را در مورد هزاره و رویدادهایی که آن را مشخص خواهد کرد خواهیم دید. آغاز و پایان. در مکاشفه 7:22 عیسی میگوید اینک من به سرعت می آیم، خوشا به حال کسانی که سخنان نبوی این کتاب را رعایت می کند. خدا نمی خواهد که ما نادان باشیم. او کلام خود را از طریق انبیا به ما داد و آن را برای هر کسی که می خواهد آن را بفهمد حفظ کرد. هنگام مطالعه نبوت کتاب مقدس خود را توضیح می دهد. او تعاریف خود را از نمادهای مورد استفاده ارائه می کند. لازم نیست حدس بزنیم. ما نباید بخش‌هایی از کتاب مقدس را که مناسب ما نیست نادیده بگیریم یا از آیات کتاب مقدس به عنوان یک موقعیت خاص استفاده کنیم یا کلمات خود را به آنها اضافه کنیم. می‌بینید کلام خدا هرگز تغییر نمی‌کند. هم عهد عتیق و هم عهد جدید مهم هستند. دست به دست هم می‌دهند چون خدا دیروز، امروز و همیشه همین است. اگر در کتاب مقدس باشد من به آن اعتقاد دارم و اگر خلاف آن باشد او برای من نیست. مکاشفه 20 میگوید که فرشته قدرتمند شیطان را با زنجیرهای بزرگ می‌بندد و او را به مدت 1000 سال به ورطه می‌اندازد. شیطان خشمگین است که این اطلاعات لعنتی درباره آینده او در کتاب مقدس آشکار شده است. امروزه متاسفانه تدریس عمومی در مورد سلطنت 1000 ساله درست نیست. به نظر می‌رسد که شیطان بتواند یک چیز جعلی را برای مردم فریب اختراع کند و این یک اسباب بازی نیست. دوستان، شیطان انجام می‌دهد تا موقعیت خود را به عنوان رهبری کسانی که قیام علیه خدا را انتخاب کردند تقویت کند. شیطان فقط یک هدف دارد: نابود کند. ما فقط با ماندن در کلام خدا در امان هستیم. کتاب مقدس دامهای شیطان را آشکار می‌کند. پس بیایید امروز دریابیم که پس از آمدن دوم مسیح چی خواهد شد. یوحنا 28:5-29. از این تعجب نکنید زیرا ساعتی میآید که همه کسانی که در قبرها هستند صدای پسر خدا را خواهند شنید و نیکوکاران برای رستاخیز بیرون خواهد آمد. حیات و کسانی که بد کردند تا قیامت اراده می‌کنند. در مکاشفه 5:20 شاهد تحقق این امر هستیم. بقیه مردگان تا 1000 سال تمام نشدند. گناهکاران مرده تا پایان هزاره در قبر خود خواهند ماند. این یک واقعیت مهم است. هزاره دوره بین رستاخیز اول و دوم است. بزرگترین رویداد در رستاخیز اول آمدن دوم مسیح را خواهد داد. در اول تسالونیکیان 4:16 می‌خوانیم: زیرا خود خداوند با فریاد و با صدای فرشته و با شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد و مردگان در مسیح ابتدا برخیزد. می آید تا قوم خود را که او را دوست داشتند و در راه‌های او گام برداشتند نجات دهد. صالحانی که از قبر برخاستند و اولیایی که زنده ماندند برای ملاقات با مسیح آنها بلافاصله بدنهای کامل و فاسد ناپذیر را دریافت خواهند کرد. اصلی را که با هم در نظر خواهیم گرفت. من منتظر مسیح هستم. اول قرنتیان 51:15-52. به شما رازی میگویم همه ما نخواهیم مرد بلکه همه ما ناگهان در یک چشم به هم زدن با صدای آخرین شیپور تغییر خواهیم کرد. زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان فاسد ناپذیر یعنی نابود نشدنی زنده خواهد ماند و ما تغییر خواهیم کرد. دوم تسالونیکیان 2:8 به ما میگوید که در آمدن مسیح چه اتفاقاتی برای گناهکاران خواهد افتاد و آنگاه شریر ظاهر خواهد شد که خداوند عیسی او را با نفس دهان خود خواهد کشت و در ظهور او هلاک خواهد شد. مکاشفه 5:20 اما بقیه مردگان زنده نشدند. تا پایان 1000 سال گناهکاران در هر سنی تا 1000 سال روی زمین مرده میمانند. بیایید ببینیم کتاب مقدس چگونه وقایعی را که پادشاهی 1000 ساله را آغاز می‌کند توصیف می‌کند. اول، آمدن دوم مسیح. بازگشت به کلیسای او، جایی که مردگان عادل زنده خواهند شد و زنده های عادل دیگرگون میشوند و بدنهای جاودانه دریافت میکنند. همه صالحان با هم به ابرها صعود خواهند کرد تا با مسیحا ملاقات کنند و سرانجام در راه بهشت گناهکاران نابود شدند. آمدن مسیح و گناهکاران مرده در قبرهایشان باقی میماند. اکنون شیطان مجبور است بر روی زمینی متروک راه بروند. در اینجا تصور ارمیای نبی است که در رویای بلافاصله پس از آمدن مسیح بر روی زمین مشاهده کرده است. ارمیا 33:25 و کسانی که در آن روز توسط خداوند از اقصا نقاط جهان تا اقصی نقاط جهان مورد ضرب و شتم قرار خواهند گرفت. ماتم نخواهند داشت و رها و دفن نخواهد شد. سرگینی روی زمین خواهد بود. در اینجا ارمیا اجساد را مینامند. زمین را میپوشاند، نه کسی دفن می شود و نه کسی گریه می کند. دلیلش هم ساده است. هیچ کسی برای عزاداری مردگان یا دفن آنها زنده نخواهد بود. زیرا 1000 سال دیگر همه صالحان در بهشت خواهد بود و گناهکاران در روی زمین خواهند مرد. برخی می‌آموزند که یک شانس دوم برای 1000 سال وجود خواهند داشت، اما این متن روشن می‌کند که هیچ شانس دومی وجود ندارد. همه گناهکاران گم شده تا 1000 سال مرده خواهد بود. اجساد مردگان زمین را پوشاندند و کسی نیست که آنها را عزاداری کند. ارمیا
23:4-25 بیشتر به طور مفصل در مورد شرایط زمین به طور هزاره می گوید که آیه 23 به زمین نگریستم و اینک در آسمان ها متروک و خالی بود و نوری در آنها نبود. آیه 25 اینک مردی نبود و همه برندگان آسمان پراکنده بودند. اکنون بیایید به اشعیا 24:3-19 نگاه کنیم. زمین کاملا ویران و کاملا غارت شده است. چون خدا این را گفته است. آیه 19 زمین میشکند، زمین از هم میپاشد، زمین به شدت میلرزد. این خطوط تصویر واضحی از نابودی زمین را توصیف می کند. کتاب مقدس پرتگاهی را توصیف می کند که در آن شیطان به مدت 1000 سال در زندان است. مکاشفه 20:1-3 و دیدم فرشته ای از آسمان نازل شد و کلید پرتگاه و زنجیره بزرگی در دست داشت. او اژدها را گرفت. صبر کن، این اژدها چیست؟ مار باستانی که در شیطان وجود داشت و او را 1000 سال بست و او را به ورطه انداخت و او را بست و مهر او را زد. با مقایسه این متون کتاب مقدس می‌بینیم که پرتگاه زمینی است که در اثر هرج و مرج ویران می‌شود. همه چیز در تاریکی کامل پوشیده شده است. هیچ کس زنده نمی‌ماند. اژدها شیطان مقید است. مکاشفه 3:20 تا 1000 سال تمام نشود او سایر ملل را فریب نخواهد داد. پس از آن باید کمی آزاد شود. این زمانی است که شیطان این کار را انجام خواهد داد. تمام کارهای بد خود را به خاطر بسپارید و عاقبت آن را ببینید. در واقع زنجیر شدنی به گودال‌های بی انتها در فریب و تباهی او مانع او نشد. اگر همه مردم را از او می‌گرفتند، او را از کار محروم می‌کرد. هیچ کسی دیگری نیست که وسوسه و فریب دهد. زیرا گناهکاران در زمین مردند اما صالحان در آسمان هستند. شیطان تنها ماند. زنجیری که او را به زمین می‌بندد فلزی نیست بلکه زنجیره شرایط است. حال ببینیم صالحان در بهشت چی خواهند کرد. در طول هزاره حضور در دادگاه یعنی مکاشفه 4:20 و تختها و آنهایی را که دیدم که بر آنها نشسته و داوری با آنها داده شده بودند و جان کسانی را دیدم که برای شهادت عیسی و برای کلام خدا سر بریده شدند که حیوان وحشی یا تصویری او را نپرسیدند و علامتی بر پیشانی و دستان خود نگرفتند. فردا نوشتن موضوع آن را از دست ندهید. 1000 سال با مسیح داوری مربوط به نجات یافته‌های در طول هزاره در بهشت صورت خواهد گرفت. بیایید نگاهی به دادگاه بیندازیم. واقعا در دادگاه چه اتفاقی می افتد و این قضاوت در واقع چیزی نیست. اولا این دادگاه اقدامی نمی کند. به صالحان نجات یافته قضاوتی همه ایمانداران را نجات یافته قبل از آمدن دوم مسیح صورت خواهد گرفت. ما این را در مکاشفه یعنی 12:22 می بینیم. مسیح می گوید اینک من به سرعت می آیم و پاداش من با من است تا به هر کس که بر اساس اعمالش بدهم. ببیند عیسی مسیح خواهد آمد. پاداش زندگی ابدی به کسانی که قبلا داوری کردند و به عنوان پیروان وفادار مسیح عادل شدند. ثانیاً این حکم فقط در مورد گناهکاران صدق می کند. هزارها مردند. مکاشفه 12:20 می گوید مردگان را دیدم بزرگ و کوچک که در حضور خدا ایستاده بودند و کتابها گشوده شد و کتابهای دیگری گشوده می شود که کتاب زندگی است و مردگان بر حسب آنچه در کتاب نوشته شده است بر حسب اعمالشان داوری شدند. مردم بهشتی تمام جزئیات زندگی کسانی را که برای همیشه از دست دادند را خواهند دید و متوجه خواهند شد که چرا این اتفاق افتاده است. ثالثاً این دادگاه تعیین می‌کند که درجه مجازات برای همه ارواح از دست رفته از جمله شیاطین و فرشتگان تاریکی و توضیح می‌دهد که چرا ما هر کسی را که دوست داریم در بهشت نخواهیم دید. در نهایت هدف از این قضاوت این است که یک بار دیگر برای همیشه مشکلی مرگبار گناه را حل می‌کند. فرشتگان و انسان‌ها درک خواهند کرد و آشکارا تصدیق خواهند کرد که خداوند در تمام این مدت خوب، عادل و صادق بوده است. سرانجام شخصیت او اثبات می‌شود. در مقابل تمام کائنات قضاوت در مراحل متعدد خود این را هم برای مردم و هم برای فرشتگان روشن می‌کند. ما برای تمام سوالات خود پاسخ کاملی دریافت می‌کنیم. خدا از همه آن چیز آگاه است. این قضاوت برای او نیست بلکه به نفع ماست. او خیلی مهربان است. بیایید تکرار کنیم شرایط و رویدادهای 1000 ساله. عادلان در داوری گناهکاران در بهشت شرکت می‌کنند. در حالی که زمین هنوز آنجاست. در ویرانی و تاریکی کامل هیچ کس در زمین نجات نمی‌یابد در حالی که شیطان و فرشتگان مجبور می‌شوند در زمین بمانند و در آنجا زندانی می‌شوند. یوحنای رسول در مکاشفه 2:21 در پایان 1000 سال می‌نویسد و من یوحنا شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از سوی خدا از آسمان نازل می‌شود. مانند عروسی که برای شوهرش آراسته شده باشد. اگر سخنرانی دیروز دومین آمدن مسیح را از دست دادیم ما مکاشفه 21 را مطالعه کردیم و توضیحات فوق‌العاده را دیدیم. شهر مقدس. آیا می‌دانستید کتاب مقدس حتی به ما می‌گوید که شهر مقدس کجا خواهد بود؟ در زمین جدید پس از هزاره. زکریا 4:14 و پاهای او یعنی مسیح در آن روز در کوه زیتون، پس از آن اورشلیم در شرق و کوه ایلیون از شرق به غرب به دو قسمت تقسیم خواهد شد.
یک دره بسیار بزرگ و نیمی از کوه به سمت شمال و نیمی از آن به سمت جنوب حرکت خواهد کرد. دوستان، من و گروهی از فیلمبردارانم اخیراً در کوه زیتون یعنی مثل چانیا فیلمبرداری کردیم. چگونه می توان تصور کرد که شهر مقدس در زمین جدید دقیقاً در اینجا واقع شود؟ هنگامی که خدا بر روی کوه زیتون می ایستد، کوه صاف می شود و به دشت بزرگی تبدیل می شود که پایه و اساس اورشلیم جدید است. توجه داشته باشید که وقتی عیسی مسیح بار سوم می آید، پس از 1000 سال او با قدیسین خود خواهد آمد. زکریا 5:14 و یهوه خدای من و همه مقدسین با او خواهند آمد. در حالی که در آمدن دوم او هنگامی که 1000 سال آغاز می شود، مسیح خواهد آمد تا مقدسین خود را به بهشت ببرد. مکاشفه 7:20 ادامه می دهد. هنگامی که 1000 سال تمام می شود، شیطان از زندان آزاد خواهد شد. به یاد داشته باشید که رستاخیز گناهکاران در پایان 1000 سال خواهد بود. مکاشفه 5:20 بقیه مردگان تا پایان 1000 سال برنخواستند. رستاخیز نهایی گناهکاران زمانی فرا خواهند رسید که شیطان از قرنطینه خود رها شود. قرنطینه طولانی از شرایطی که او را محدود کرده بود رها شد و دوباره ملت‌ها را فریب دهد و گناهکاران را متقاعد کند که به شهر مقدس حمله کنند و خدا را از تخت او خلق کند. در این هنگام شیطان نشان می دهد که قلب او تغییر نکرده است. مکاشفه 7:20 می گوید که او می رود تا امت‌هایی را در 4 گوشه فریب دهد. یاجوج و ماجوج را زمین را جمع کن و آنها را برای جنگ جمع کن. تعداد آنها مانند شن‌های دریاست. شیطان و یارانش سعی خواهند کرد که تا شهر مقدس را در مکاشفه 9:20 فتح کنند و آنها به وصیت زمین رفتند و اردوگاه مقدسین و شهر محبوب را محاصره کردند و آتشی از آسمان از جانب خدا نازل شد و آنها را فرو برد. اگر بخواهیم از آتش سوزی که دوری کنیم، نام خود را کجا بنویسیم؟ مکاشفه 15:20 به ما میگوید و هر کی در کتاب حیات نوشته نشده بود در دریاچه آتش افکنده شد. دوستان، ما می‌خواهیم که نام ما در کتاب زندگی باشد. چه چیزی لازم است تا آنها را به آنجا برسانیم؟ تا نام ما باشد. در کتاب زندگی نوشته شده است ما باید به مسیح رابطه شخصی داشته باشیم. باید از او بخواهیم که گناهمان را ببخشد تا بتوانیم وارد اورشلیم جدید شویم. این توالی وقایع کتاب مقدس در پایان 1000 سال است. عیسی مسیح با قدوسانش در زمین باز خواهد گشت. شهر مقدس بر روی کوه زیتون اویلین فرود می آید. سپس گناهکاران از قبرهای خود برمیخیزند. شیطان از شرایطی که او را محدود کرده بود رها می شود و گناهکاران را متقاعد می کند که جنگ را علیه شهر مقدس آغاز کنند. آنها به شهر مقدس حمله می کنند. در این لحظه آتشی از بهشت همه شورشیان را نابود خواهد کرد. سپس آتش قبل از خاموش شدن زمین را پاک می کند. خداوند آسمان و زمین جدید خواهد ساخت. در این زمان خدا در حال استقرار پادشاهی خود بر روی زمین است با کسانی که او را دوست دارند. بسیاری می‌آموزد که امکان توبه تا 1000 سال وجود دارد. برخی بر آن فرصت دوم می‌گویند. دیگران استدلال می‌کنند که این اولین فرصت یا فرصتی است که به کسانی داده می‌شود که هرگز نام آن را نشنیدند در مورد طرح نجات. اما با توجه به کتاب مقدس این غیر ممکن است. متی 37:24-39 آمدن دوم مسیح را با نوح و زمان طوفان مقایسه می‌کند. ما می‌دانیم که آنها فرصت دومی برای سوار شدن به کشتی و نجات پیدا نکردند. اجازه بدهید ببینیم. آیه 37 اما همانطور که در ایام نوح بود در آینده نیز چنین خواهد بود. پسر آدم زیرا مانند روزهای قبل از طوفان تا روزی که نوح وارد کشتی شد می‌خوردند و می‌آشامیدند، ازدواج می‌کردند و گمان نمی‌کردند که طوفان بیاید و همه چیز را نابود کند. آمدن پسر انسان نیز چنین خواهد بود. نه شانس دومی وجود خواهد داشت. درهای زندگی بسته بود. کسانی که دعوت خدا را برای ورود به کشتی نوح رد کردند در طوفان غرق شدند و هلاک شدند. دوستان، 1000 سال شکوه و آرامش روی زمین نیست. این عصر پیشرفت تکنولوژی یا شانس دوم برای گناهکاران نخواهد بود و همه بشریت نه قبل از این 1000 سال و نه در طول این 1000 سال تبدیل نمی شوند. نه مسیح و نه رستگاری او 1000 سال روی زمین نخواهد بود. حقیقت این است که عیسی مسیح بار دوم نخواهد آمد مگر اینک همه پیام شگفت‌انگیز نجات او را بشنوند، همه آن را قبول دارند یا امتناع کنند. متی 14:24 و این انجیل ملکوت موعظه خواهد شد در سراسر جهان به عنوان گواهی برای همه ملت‌ها و سپس پایان خواهد رسید. این پیشگویی در اینجا و اکنون در حال تحقق است و شما نیز بخشی از آن هستید. این پیام انجیل به صورت زنده در هر منطقه در سراسر جهان پخش می شود. خدا امروز کار خاصی انجام می دهد. سوال: چرا خداوند گناهکاران را فقط برای نابودی آنها زنده می کند؟ گناهکاران مرده باید شخصا در برابر کرسی داوری خداوند متعال حاضر شوند. همه باید تایید را در کتاب آسمانی ببینند، زیرا آنچه در بیرون از
دیوارهای شهر مقدس هستند و با دیدن شواهد در برابر چشمان خود تشخیص می دهند که خداوند در تمام قضاوت‌هایش صادق و عادل است. رومیان 10:14-12 می گوید چرا برادر خود را قضاوت می کنی یا شما که برادر خود را تحقیر می کنید؟ همه ما در برابر دادگاه مسیح ایستاده ایم. زیرا نوشته شده است خداوند می گوید تا من زنده هستم هر زانو در برابر من خم خواهد شد و هر زبانی به خدا اعتراف خواهد کرد. اینجا هر یکی از ما در پیشگاه خدا حساب خواهد کرد. مکاشفه 2:19 برای حقیقت و احکام او عادلانه است، زیرا فاحشه بزرگ را که به زنای خود زمین را فساد می‌کرد محکوم کرد و خون بندگانش را از دست او گرفت. یکی از رایه‌های بعدی هارلو را از دست ندهید. نجات یافتگان متوجه خواهند شد که حتی زمانی که عزیزانشان اثبات وجود و قدرت خداوند را در مقابل خود ببیند باز هم علیه او قیام می‌کند. کار دیگری برای انجام دادن وجود ندارد. برای نجات آنها این رستاخیز دوم اجازه می‌دهد تا کل جهان دیده شود. شیطان و گناهکاران تا کجا پیش خواهند رفت او کاملا می‌فهمد. خدا بر عرش می‌نشیند، بدکاران هنوز قصد نابودی دارند، خالق و همه پیروانش را. معروف است که اگر گناهکاران گم شده مجاز باشند خود زندگی را تهدید می‌کند. در این عمل نهایی خداوند مهربان و عادل است که شیطان و گناهکاران را نابود می‌کند. سرانجام بازماندگان و تمام جهان برای همیشه در امان خواهد بود، همانطور که خدا در نوح یک وعده داده است. دیگر شر نخواهد بود. آمین. آتش خداوند همه گناهان را از بین میبرد و زمین را پاک میکند. حال بیایید لحظه ای وقت بگذاریم تا ببینیم کتاب مقدس در مورد این آتشی که معمولا جهنم نامیده می شود چه میگوید. در تصاویر بسیار واضح کتاب مقدس بارها به این دریاچه آتش و مجازات نجات یافته ها اشاره میکند. در مکاشفه عیسی مسیح 15 بار دریاچه آتش را ذکر میکند. بنابراین یوحنا میداند که آتش افسانه نیست، بلکه برای از بین بردن گناه برای همیشه لازم است. وقتی بسیاری از مردم می‌خوانند که کسانی را که نجات را رد می‌کند روز و شب برای همیشه و همیشه رنج خواهد برد. دوم پتروس 2:9 به تردید خدا می‌داند که چگونه صالحان را نجات دهد. از وسوسه بپرهیز اما شریران را تا روز قیامت برای عذاب نگاه دار. روز قیامت چه زمانی است؟ یوحنا 48:12 کلام او را در روز آخر داوری خواهد کرد. متی 40:13-42 میگوید که پایان جهان خواهد بود. فرستادن شخص به زندان بدون محاکمه غیر منطقی است. خداوند قوم خود را مجازات نخواهد کرد تا زمانی که در پایان تاریخ این جهان برای داوری نهایی در برابر تخت او نزد او بیایند. اما اگر گناهکاران مرده از قبل در آتش جهنم رنج میبرند چرا قضاوتی در آینده وجود دارند؟ اما اگر گناهکارانی که در جهنم رنج نبرند چند نفر تا آخر الزمان در جهنم هستند؟ هیچ یک. همه مردگان شریر اکنون در گورهای خود هستند و در انتظار رستاخیز داوری در پایان 1000 سال هستند. در سخنرانی من به نام قبر در کتاب مقدس خواندیم که مرگ حداقل 50 بار خواب نامیده می شود. به عنوان مثال در دانیال 12:2 و بسیاری از کسانی که در خاک زمین خوابیدند بیدار خواهند شد. مزمور 29:103 جانهای آنها را می گیری و خواهند مرد و به خاک خود باز خواهند گشت. و جامعه 9:5 مردگان چیزی نمی دانند. هیچ روحی نیست که به بهشت عروج کند یا در آتش جهنم افکنده شود. نه، دوباره نه. اگر گناهکاران پس از مرگ به آتش جهنم نروند کجا می روند؟ ایوب 30:21-32 شریر در روز نابودی نگاهداری خواهد شد تا در روز غضب بیرون رانده شود و او را به قبر می آورند و در قبر می ماند. توجه داشته باشید که صالح و بدکار پاداش های متفاوتی دریافت می کنند. رومیان 23:6 زیرا مزد گناه مرگ است اما هدیه خدا زندگی جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح است. عادلان زندگی جاودانی خواهند داشت و شریران خواهند مرد اما عذاب ابدی مجازات گناهکاران نخواهد بود. ابدیت در بازگشت ناپذیریش جایی که رستاخیز وجود نخواهد داشت. طبق کلام خدا مزد گناه این نیست که برای همیشه در آتش جهنم بسوزد. این نابودی نهایی است. تفاوت مرگ اول و دوم در این است که از مرگ دوم قیامتی وجود ندارد. این نهایی و غیر قابل برگشت است. آتشی که گناهکاران را در زمین می‌سوزاند برخلاف تصور رایج که آتش جهنم در جای پایین می‌سوزد، از بالا فرود می‌آید. مکاشفه 9:20 بگذارید کتاب مقدس و کتاب مقدس به تنهایی همیشه به ما پاسخ بدهد. و آتشی از آسمان از جانب خدا نازل شد و آنها را فرو گرفت. بسیاری از مردم می‌گویند که روح جاودان است، اما خدا چی می‌گوید؟ حزقیال 20:18 جانی که گناه می‌کند خواهد مرد. این واضح است. در پایان هزاره شهر مقدس اورشلیم جدید با تمام مقدسین از بهشت فرود خواهد آمد و بر کوه زیتون فرود خواهد آمد. گناهکاران از همه اعصار و ملل زنده خواهند شد و شیطان آنها را در آخرین تلاش برای تصرف شهر و تخت خدا رهبری خواهد کرد.
اما هنگامی که او لشکرها و سربازان خود را تحریک می‌کنند، آتشی از جانب خدا از آسمان نازل می‌شود. این همان جهنمی است که در کتاب مقدس ذکر شده است که شریر را می‌بلعد. مکاشفه 9:20 و آتشی از آسمان از جانب خدا نازل شد و آنها را هلاک کرد. گناهکاران وقتی در آتش می‌سوزد هلاک می‌شوند. اینک هنگامی که قبر شریران برای قضاوت باز می‌شود، آتشی که از بالا نازل می‌شود، او زمین را به دریاچه‌ای از آتش تبدیل می‌کند و ناگهان گناهکاران را به کلی نابود می‌کند. و آنگاه فروتنان وارث زمین جدید پاک و زیبا خواهند شد. گناه برای همیشه از بین خواهد رفت. خداوند ستمگران را مجازات نمی‌کند. مردم بدون عذاب وجدان اکنون در آتش هستند. توصیف آتش در دوم پتروس 10:3 چنین است: اما عناصر سوخته و نابود شدند. زمین و همه چیزهایی که روی آن است می‌سوزد. هنگامی که همه چیز باشد، آتش پاک کننده تمام زمین را فرا خواهد گرفت. روی سطح سیاره می سوزد. ملاکی 1:4 آتش جهنم را توصیف می کند. گفته می شود: اینک روزی می آید که مانند کوره می سوزد. خداوند سبایوت می گوید: آنگاه همه متکبران و بدکاران مانند کاه می شوند و فردای آن روز آنها را می سوزاند تا ریشه و شاخه آنها را رها نکند. این روزی است که مثل تنور می سوزد. همه کسانی که راههای شیطانی را انتخاب کرده است مانند درخت خشک به خاک تبدیل می شود. این آتش آنها را می بلعد. آتش به معنای 100% عملی نهایی است. آتش خدا کار خود را انجام می دهد و گناهکاران را که یک بار برای همیشه نابود می کند. در غیر این صورت گناه مانند سرطان گسترش می یابد و تمام جهان را به خطر می اندازد. می بینی که اگر به گناه هم بچسبم باید با آن هلاک شوم. خداوند اجازه می دهد گناه برای همیشه باقی می ماند. تصور کنید که اگر عذاب ابدی وجود داشته باشد، گناه همیشه با ما خواهد بود. هرچه قبلا بود از بین رفت. آتش جهنم نمی تواند در هیچ جای دیگری در جهان خدا وجود داشته باشد. نقش خدا کامل است. جهان را از بدی ها پاک کن. جهنم برای همیشه می سوزد و گناه و شر او تداوم می بخشد. مدام به یاد درد و غم می افتد و راستش شیطان خودش زنده بود. گناهکاران در آتش طهارت و ریشه و شاخه به کلی نابود می شوند. شیطان ریشه است و پیروان او شاخه ها هستند. شر برای همیشه از بین خواهد رفت. اشعیا 14:47 آنها مانند جام هستند. آتش آنها را می سوزاند. روح آنها را شعله های آتش در امان نماند. نه زغالی باقی می ماند که خودش را گرم کند، نه آتشی می ماند که جلویش بنشیند. هیچ گناهکاری نمی تواند از آتش خدا بگریزد. اما هنگامی که هر مظاهر شر از بین می رود، آتش خاموش می شود. حتی یک چوب سوزان باقی نمی ماند. این رحمت خداست. آتش خاموش می شود. ملاکی 3:4 و شریران را زیر پا خواهید گذاشت، زیرا آنها خاک زیر کف پای شما خواهند بود در روزی که من خواهم ساخت. خداوند سبایوت می گوید. دوستان اجازه دهید یک لحظه اینجا توقف کنم. باید داشته باشید که می توانید از همه اینها اجتناب کنید، زیرا هنوز زمان دارید. راه خدا را انتخاب کن و از دروازه های شهر مقدس عبور کن. شما محکوم به مرگ و جهنم نیستید. امروز خداوند سعادت ابدی بهشت را به شما هدیه می دهد. انتخاب کنید. پادشاه داوود در مزامیر می گوید که گناهکاران را نمی تواند یافت. مهم نیست که چقدر با دقت جستجو شوند پس از روز قیامت. مزمور 10:36-20 کمی بیشتر. و شریر نخواهد بود، به او نگاه کن، او رفته است. آیه 20 اما شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند مانند چربی بره‌ها در دود هلاک خواهند شد. پس شریر دیگری نخواهد بود، زیرا در آتش است. آنها در دود از بین می رود. ما به وضوح می بینیم که سنت بشری که عذاب ابدی شریران را در جایی در جهنم توصیف می کند نادرست است. کتاب مقدس می گوید که آنها به خاک تبدیل می شوند و در ابری از دود ابدی ناپدید می شوند. همه چیز برای آنها تمام شده است. برای همیشه مرگ ابدی. سپس شیطان به آتش انداخته خواهد شد. مکاشفه 10:20 اما شیطان که آنها را فریب داد به دریاچه آتش و گوگرد انداخته شد. وحش و پیامبر دروغین کجاست؟ ماجرای شیطان چیست؟ حزقیال 28:8-19 به ما می گوید به دلیل گناهان بسیار، گناهان شما یا گناهان در تجارت نادرست شما، معابد خود را در اعمال خود نجس کرده اید و من آتشی از میان شما بیرون خواهم آورد که شما را خواهد سوزاند و تو را روی زمین خاکستر خواهد کرد. همه کسانی که تو را در میان امت‌هایی که میشناختند از تو شگفت زده خواهند شد. شما وحشت زده خواهید شد و برای همیشه هلاک خواهید شد. مزد گناه مرگ نهایی است، نه عذاب ابدی مانند شیطان. ما را متقاعد می‌کند. ببینید، شیطان می‌خواهد شخصیت خدا را بدنام کند و ما را از خدا می‌ترساند. به همین دلیل است که دروغ می‌گوید، همانطور که در آغاز قرن 15 زمانی که برزخ یک اختراع رومی بود پرستان توسط کلیسای کاتولیک رومی کلیسا بود، برای ترساندن توده‌های خرافاتی این بدعت باعث ترویج هستی می‌شود. مکان‌های رنج ارواح جاویدان در برزخ زندانی می‌شود و در آنجا به خاطر گناهان خود رنج می‌برند و تنها پس از رهایی از ناپاکی آنگاه
و تنها پس از آن به بهشت خواهند رفت. اعتقاد بر این است که پرداخت پول به سیستم کلیسای کاتولیک رومی می تواند این ارواح را از آتش رها کند. موعظه تاریخی جاناتان ادواردز، گناهکاران در دستان خدای خشمگین. خدا را عروسکی می بیند که نقشه بزرگی برای بشریت دارد. او معتقد است که هر لحظه یک خدای خشمگین می تواند ما را نابود کند و با جزئیات هولناکی بازگو می کند. در مورد این که خداوند گناهکاران را بالای دیگ‌های آتش جهنم نگه می دارد و هر لحظه می تواند او را رها کند و گناهکار را در آتش جهنم بیفتد. نویسنده می گوید خداوند شما را بر فراز جهنم مانند حشره نفرت انگیز بر آتش نگه می دارد. او از شما بد است. مفهوم انسانیت او در سال 1741 زمانی که در کانتکتیکا موعظه کرد رایج شد. ایدئولوژی ادواردز هنوز در مطالعات دینی مورد استفاده قرار می گیرد. این آموزه شیطانی ریشه در قرون تاریکی دارد که اعتقادات بتپرستی وارد کلیسا شد. این دیگر بسیار مفید شد زیرا مردم کلیسا دریافتند که ترس قدرتمندترین ابزار برای تاثیرگذاری بر روی مردم است. با ترس می توان کمک‌هایی را تشویق کرد و افزایش داد. از طریق آموزه‌های نادرستی زیاده‌روی بسیار از کلیساها پر هستند. صفوف آنها با ترس دوستان با خواندن کتاب مقدس می‌بینیم که خدا در بهشت است. این طور نیست، بلکه خدا محبت است، رحمت است، آرامش است، نه ترس. شیطان خدا را در نور دروغین آشکار می‌کند. فاجعه این است که عیسی مسیح به تعلیم عذاب ابدی نسبت داده می‌شود در حالی که او کاملاً برعکس را آموزش داد. آیا می‌توانید یک ساعت بایستید و نظاره‌گر سوختن فرزندانتان به خاطر جنایت فجیع باشید؟ اگر فرزندتان نافرمانی کند هرگز به ذهنتان خطور نمی کند که او را بی‌وقفه برای 1 سال، 1 ماه، 1 هفته یا حتی 1 ساعت تنبیه کنید، اما در عین حال مردم پدر مهربان ما را متهم می کند که او فرزندان نافرمان خود را برای همیشه در آتش خواهد سوزاند. عذاب‌های جهنم ابدی است. این یک آموزه کتاب مقدس نیست بلکه یک دروغ است. حتی کسانی هستند که تعلیم می‌دهند که دیدن گناهکارانی که برای همیشه در جهنم می‌سوزند به مقدسین شادی می‌بخشند. در تمام ابدیت متکلم ساموئیل هاپکینز یعنی قرن 18 گفت مشاهده عذاب جهنم اولیای الهی را برای همیشه خوشحال می کند. مشاهده اینک چگونه دیگران را با طبیعت یکسان در شرایط یکسان متولد شدند. غوطه‌ور شدن در چنین رنجی به مقدسین این امکان را می دهد که احساس کنند چقدر خوشحال هستند. چه خوشحالم نکرد. کجا می توان چنین آموزه‌ای را در کلام خدا یافت؟ آیا بازماندگان در بهشت احساس رحمت و شفقت یا احساسات ساده انسان را از دست خواهند داد؟ آیا خداوند از رنج لذت میبرد؟ در هیچ موردی. حزقیال 11:33 میگوید خداوند میگوید همانطور که من زنده هستم نمیخواهم گناهکار بمیرد بلکه میخواهم از راه خود برگردد و زنده بماند. خداوند میفرماید بازگردید، از راه بد باز دارید خود را. چرا میمیری؟ شما ای خاندان اسرائیل، این تعلیمی که مردگان برای ابد در آتش جهنم رنج میبرد برخلاف شخصیت خداست که در قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب عشق ابدی را و من و شما نشان داد. متاسفانه بسیار این مفاهیم اشتباه را درک کردند و در نتیجه این دروغ کاملا خدا را رد کردند. این نقشه شیطان است. فریب نخوریم. خداوند در کلام خود هشدار جدی داده است که همه کسانی که مرتبا قانون او را زیر پا میگذارند مجازات خواهد کرد. کسانی که خود را چاپلوسی میکند. اینک خداوندی مهربان تر از آن است که گناهکاران را قضاوت کند. فقط باید به صلیب جلگه نگاه کرد. مرگ بدون گناه عیسی مسیح ثابت میکند که مزد گناه مرگ است. که هر تختی از قانون خدا نیاز به باج دارد. مسیح بیگناه به خاطر انسان گناه شد. به هیچ وجه نمیتوان انسان را از مجازات گناه رها کرد. خدا میخواهد من و شما برای همیشه نجات پیدا کنیم، اما این کاملا انتخاب ماست. خداوند هرگز گناهکارانی که نجات او را رد کرده‌اند توجیه نخواهد کرد. این عشق خداست که عدالت میطلبد. عدالت خداوند بر اساس انتخاب آزادانه مردم است که در آن آگاهی کامل داشته باشند. تحمیل سبک زندگی برخلاف آنچه که انتخاب کرده اید ناعادلانه خواهد بود. خدا ما را به نهایت دوست دارد و در عشق خود به ما آزادی می‌دهد تا زندگی مورد علاقه خود را انتخاب کنیم. عدالت خدا فقط اصرار دارد که آنچه را که برای ابدیت انتخاب کرده ایم با تمام عواقب آن به دست آوریم. کسانی که زندگی در گناه را انتخاب کردند مرگ را برگزیدند و خدا فریاد می‌زنند چطور می‌توانم تو را ترک کنم؟ علاوه بر کارهایی که قبلا انجام دادم چه کارهای دیگری می‌توانم انجام دهم؟ این وحشتناکترین لحظه برای بهشت خواهد بود که فرزندان نافرمان خدا باید نابود شوند، زیرا آنها عشق او را رد کردند. کسانی که از پیروی مسیح در اینجا روی زمین امتناع می‌ورزند در بهشت، جایی که فقط تقدیس وجود دارد، بدبخت خواهند شد. خدا می‌خواهند هر کسی را که در بهشت ببیند هیچ کس نباید گم شود. هیچ کس نیست که مستحق بخشش نباشد. ای دوست، بهشت برای تو باز است. شما هنوز زمان دارید تا ابدیت را در بهشت انتخاب کنید. مهم نیست که در زندگی گذشته خود چه کرده اید. فیض عیسی مسیح برای پوشش شما کافی است.
فقط تسلیم عشق او شوید. من داستانی مردی را به یاد می آورم که ما به آن بول می گوییم. این داستان یک تبدیل معجزه آسا از طریق وزارت رادیوی جهانی ادونتیست یعنی AWR است. پاستور برجان یک از نویسندگان شبکه AWR است. اخیراً یک تماس تلفنی دریافت کرده است. صدای آرام در انتهای دیگری لوله. او زمزمه کرد: فقط 2 دقیقه وقت دارم. شما کشیش هستید که میفرستید؟ پیام‌های صوتی امید. کشیش پاسخ داد: بله. پس با دقت به حرفهای من گوش کنید و چیزی نگویید. و آن مرد به کشیش گفت که او فرمانده یک گروه شورشی به خوبی سازماندهی شده بود که سالها ویران میکرد و وحشت در میان مردم بود. من به پیام‌های صوتی شما گوش میدهم و سوالات زیادی از شما دارم. میتوانی مرا ملاقات کنی؟ من شخصا ایمنی شما را تضمین میکنم. گفت همکاری مرموزش. کشیش برجان تعجب کرد. توده گلویش را قرد داد و قبول کرد. آنها با این فرمانده میدانی دیدار میکنند. هنگامی که کشیش وارد اتاقی می شود که این مردی بلند قد و قوی ایستاده بود، برای حکمت و محافظت دعا کرد. کشیش بلافاصله فهمید که چرا او را گاوینر صدا میکنند. او مانند گاو قد بلند و قوی بود. چهره او آثار عمیقی از نفرت و زندگی جنایت آمیز را نشان میداد. حالا از جوانی دور بود و در 17 سالگی به این گروه پیوست. پس از چند سوال مشخص برای تایید اینکه او کشیش برجان است، فرمانده با صدای آهسته و مقتدر شروع به صحبت کرد. من هرگز فرد مذهبی نبودم و جنایت زیادی مرتکب شدم. بیشتر دوران بزرگسالی من. شب به خواب بیدار دراز کشیدم و تمام ظلم‌هایم را در سرم تکرار کردم. من یک آدمی گم شده هستم. و تا 2 ساعت بعد این مرد قوی به کشیش اعتراف کرد که هر کدام جنایت پشت جنایت بودند. با وجود همه اینها وقت شروع به دریافت پیام‌های صوتی کردن برای اولین بار در زندگی متوجه شدم که خدا وجود دارد. چون وقتی گوش می‌دادم حس شگفت‌انگیزی از آرامش و حضور خدا را حس می‌کردم. من فعلا شب‌ها خیلی بهتر می‌خوابم. اما می‌خواهم برای من دعا کنید. من فقط نمی‌توانم آن را باور کنم. خدا کاملا می‌تواند مرا ببخشد. کشیش برجان پاسخ داد: بله، شما کارهای وحشتناکی کردید، اما لطف خدا از همه گناهان شما بزرگتر است. او مایل است و می‌تواند شما را ببخشد. اگر از او بپرسید، او قبل از اینکه به دنیای بیاید برای تو مرد، قبل از اینکه برای شما اولین جنایت خود را انجام دهید. تا صبح با هم صحبت کردند. فرمانده رزمنده ها سوال می‌کرد و از کلام خدا پاسخ‌های دریافت کرد. چند هفته گذشت. کشیش برجان تماس شگفت‌انگیز دیگری دریافت کرد. کسی که شبی که اینجا بودی را به خاطر می‌آوری؟ کشیش برجان که نمی‌دانست با کی و چرا تماس گرفته سرسختانه جواب داد. اما تلفن ادامه داد: در مورد مردی صحبت می‌کنم که میگفت نمی‌دانم که خدا او را می‌بخشد یا نه. خب اکنون او قبلا متقاعد شده است که خدا او را بخشیده است و می‌خواهد تعمید یابد. خدا را شکر، این مرد به خدا ایمان آورد و اخیراً عیسی مسیح را پذیرفت. به عنوان نجات دهنده شخصی من و در کلیسا تعمید گرفتم. بهشت بر روی همه باز است. به عنوان تاریخچه مردی با نام مستعار بول، رکورد زندگی شما قابل پاک شدن است. فقط بپرس که آیا دانستن آن عالی نیست؟ آیا در طول هزاره به همه سوالات پاسخ داده خواهد شد و قضاوت خدا ثابت خواهد شد؟ وقتی به بهشت می رسیم شگفتی‌های زیادی در آنجا در انتظار ماست. کسانی خواهند بود که انتظار دیدن آنها را در بهشت نداریم و برخی که انتظار داریم وجود نداشته باشند. سوابق آسمانی برای همگان باز می شود تا ببینید روح القدس چند باری با گناهکار صحبت کرد و وجدان او متوسل شد. او را به توبه تشویق کرد و هر بار تردد شد. ببینید وقتی نور به مردم داده می شود از پیروی از آن سر باز می زنند. سناریوی معکوسی نیز با شخصی نشان داده شده است که انتظار نداشتیم در بهشت ببینیم. تعجب استفان را تصور کنید. شهید اعمال رسولان 7 هنگامی که با پاولوس یک از شکنجه کنندگان خود ملاقات کرد. کتاب‌های آسمانی با استفان نشان می‌دهد که چگونه پاولوس مسیح را بپذیرفت. توبه کرد و بشارتگری بزرگی شد. هر چشمی می‌تواند ببیند. کل تاریخ زمین پروردگار حکیم ما آنقدر حکیم است، مهربان است که به شیطان اجازه می‌دهد 1000 سال در سیاره ویران شده پرسه بزند. شیطان زمان خواهد داشت که تا در مورد تمام بدیهایی که انجام داده است فکر کند. همچنین دیدن عواقب گناه در سیاره ما برای کل جهان از جمله ما ویرانی متعلق خواهد بود. برای همیشه هیچ کس هرگز نخواهد پرسید که چگونه گناه به چه چیزی منجر شد. 1000 سال می‌گذرد و شهر مقدس از آسمان فرود می‌آید که همه با طلا پوشانده شده و مانند شیشه صاف است و بر کوه زیتون ایستاده است. وقتی اتفاق می افتد گناهکاران مرده برای آخرین بار زنده خواهند شد تا همه آنچه را که رد کرده‌اند با چشمان خود ببیند. شیطان در حال آماده سازی ارتش خود برای فینال بزرگ است. شیطان می داند که زمانی او به پایان رسیده است. زیرا او همچنین پیشگویی های کتاب مقدس را می داند. آیا می توانید تصور کنید که ارتش او چگونه خواهد بود؟ باید داشته باشید که شریر تغییر نمی کند.
آنها بدن کامل و جاودانه ندارند. به همان شکلی که وارد قبر شدند به همان شکل بیرون می آیند. قرار است تماشایی شود. در این زمان همه صالحان باور خواهند کرد که تصمیمات خدا فقط به این دلیل بوده است که همه گناهکاران به نفع شر انتخاب یکسانی خواهند داشت. قلب آنها تغییر نکرده است. آنها به شهر مقدس حمله می کنند تا تخت خدا را بگیرد. از آنجا که خدای ما امین و تغییر ناپذیر است، او به وعده خود مبنی بر این که دیگر گناهی وجود نخواهد داشت عمل خواهد کرد. چگونه خداوند می تواند به وعده خود عمل کند؟ همه گناهان باید برطرف شود. خداوند آتش سوزنده ای است. گناه نمی تواند آنجا وجود داشته باشد که در آن جلال خداست. پس آتش به فضل الهی گناه را می سوزاند. از آنجایی که خداوند وعده داده است که دیگر طوفان جهانی وجود نخواهد داشت، این بار او از آتشی برای پاکسازی زمین استفاده می کند. چقدر مهربان است، زیرا آتش به سرعت می سوزد، مثل کبریت می سوزد. آتش همه چیز را خاکستر می کند و برای همیشه خاموش می شود. و چون این آخرین صفحات تاریخ این سرزمین خواهد بود، تنها خاکستر زیر پای ما خواهد بود. شگفت‌انگیز است که در طول هزاره می توانیم تصمیمات خدا را قضاوت کنیم. برای 1 دقیقه به این موضوع فکر کنید. خدایی که تمام جهان را آفرید، او می خواهد رابطه شما با او به گونه‌ای باشد که او حاضر باشد 1000 سال برای پاسخ دادن به هر سوالی ممکن وقت بگذارد. آیا می توانید تصور کنید که کنار خدا بنشینید و از او در مورد این یا آن رویداد زندگی خود بپرسید؟ دوستی عزیز، این خدایی است که می توانیم به آن اعتماد کنیم. همین حالا در این لحظه دوست دارید به او بگویید من میدانم که میتوانم به تو اعتماد کنم خداوندا و میخواهم یک رابطه عهد ابدی با تو برقرار کنم. اگر این خواسته شماست، کافی است روی لینک زیر کلیک کنید و با ما بگویید که آیا میخواهید در مسیح دوستی داشته باشید و بقیه عمر خود را با او بگذرانید. اما من همچنین میخواهم به شما فرصتی بدهم تا تصمیم بزرگتری را بگیرید. برخی از شما میخواهید زندگی جدیدی را شروع کنید و پرسیده اید که چگونه یک شروع جدید در خدا داشته باشید و میخواهید در مورد غسل تعمید بیشتر بدانید. روی لینک زیر کلیک کنید و به ما اطلاع دهید تا یکی از تیم‌های ما با شما تماس بگیرد. بگذار برایت دعا کنیم. پدر آسمانی، از تو می‌خواهم که امروز به هر شنونده و بیننده‌ای که به گونه خاص برکت دهی. تو تمام تجربیات و دردهای هر قلبی را می‌دانی. شما هر یک از ما را با مراقبت چشمگیری احاطه کرده اید. من برای کسانی دعا می‌کنم که اکنون در حال تصمیم گیری هستند تا شما را از صمیم قلب انتخاب کند و راه شما را دنبال کند. من دعا میکنم که همه بتواند عشق واقعی را تجربه کنند و تا پایان عمر با شادی عیسی مسیح خدمت کند. برای نام گرانبهای قدرتمند عیسی مسیح. آمین. از شما برای این مدتی که در کنار ما بودید سپاسگزارم. موضوع جلسه فردای ما مارک است. نشان جانور. موضوع 10مین سمینار. افشای اسرار پیشگویی کتاب مقدس. راه خدا را انتخاب کن. تا دفعه بعد دوستان. اگر می خواهید حقیقت کتاب مقدس را بیشتر بدانید، از شما دعوت می کنم در زیر عضو شوید. همچنین برای تماشای یکی از ویدیوهای مورد علاقه من اینجا رو کلیک کنید و اینجا رو کلیک کنید بالا سمت چپ برای تماشای کامل این سریال. خدا حفظتان کند.